سلام، خوش اومدیم به ویدیوی دیگه با من. توی این ویدیو ما میخوایم راجع به یه سری جملات دستوری خیلی پرکاربرد توی زبان انگلیسی صحبت کنیم. اولین فعلی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم گوه. مثلا چی؟ میخوای بگی که برو بخواب، میگه go to bed. میخوای بگی برو بیرون، go out. یا یه خورده صمیمی‌تر و عصبانی‌تر get lost، برو گم شو. come here، بیا اینجا. come closer، بیا نزدیکتر. come with me، با من بیا. follow me، دنبالم بیا. follow یعنی دنبال کرد. close یعنی بستن. مثلا میگه که close your eyes، چشاتو ببند. close your mouth، دهنتو ببند. or close the door، درو ببند. talk، صحبت کردن، حرف زدن. مثلا talk to me، با من حرف بزن. talk to your mother، با مامانت حرف بزن. make، هم معنی درست کردن میده، هم معنی مرتب کردن. مثلا میخوای بگی که یه ناهاری بپز، یه ناهاری درست کن. میگی که make lunch، make dinner، یعنی یه ناهار درست کن، شام درست کن. make your bed، اینجا معنی مرتب کردن یا درست کردن میده، یعنی تختتو مرتب کن، تختتو درست کن. set، معنی تنظیم کردن، مرتب کردن، چیدن میده. مثلا میخوای بگی که میزو بچین، set the table. brush، مسواک زدن، برس زدن. brush your hair، موهاتو برس بکش. cut، کوتاه کردن. cut your nails، ناخناتو کوتاه کن. cut your hair، موهاتو کوتاه کن. drive، رسوندن. drive me to the airport، منو برسون فرودگاه. drive me to the home، منو برسون خونه. وقتی یه نکته بگم، وقتی میخوای پیاده شی یا بگی که بزن بغل، میگه که pull over، pull over. put یعنی گذاشتن. مثلا put it here، اونو بذار اینجا. give، دادن. مثلا چی؟ give me a hug، به من یه بغل بده یا منو بغل کن. give me 5 یعنی بزن قدش. put on، پوشیدن. مثلا put on your shoes، کفشاتو بپوش. take off هم معنی در آوردن میده. مثلا take off your shirt، پیرنتو در بیار. add یعنی اضافه کردن. add some sugar in my tea، یه مقدار شکر به چای من اضافه کن. حالا ما میخوایم منفی کردن اینا رو یاد بگیریم. میگه که don't come closer، نه یا نزدیکتر. don't disturb me، مزاحمم نشو. don't wait for me، منتظرم نباش. و خلاص هر وقت که بخوایم منفی کنیم فقط کافیه یه don't قبل جملمون اضافه کنیم. خب اینم یه سری از افعال خیلی پرکاربرد تو زبان انگلیسی که مطمئنم به دردتون میخوره. بای.